سلام دوباره عرض میکنم خدمت دوستایی که نوقتر جوین شدن. دوستای امروز ما کلا میخوایم یک مقدار معلومات کافی را نیاز به چارت که در بخش انزرت هسته داشته باشیم که او را بخونیم. قبلا هم گفته بودیم برنامه ورد بود، یادم مانده که گفته بودیم در اکسل میخوانیم، اینا رو باز میخوانیم اینجا. خب دوستا، چارت اصلا همون گراف میشه که بگوییم. معنای گراف را میتم تعریفش، اگر مثلا وقتی که بگوییم از چارت به خاطر تحلیل داده ها استفاده میشه، یک مقدار میشه بگوییم تعریف شاید گنگ باشه، به خاطر از که وقتی که میگیم به خاطر تحلیل اطلاعات، هدف از تحلیل یعنی چی؟ ما مثلا رقم تحلیل داریم، یکی فلسفی تحلیل میکنه، یکی ریاضی، که یکی لفظی، اینا فرق میکنه. اما به صورت جامع وقتی که بگوییم تعریف کنیم که همگی بفهمه، از چارت ما به خاطر مقیاس یا اندازه‌گیری، به خاطر از که میزان مثلا روند یک موضوع چگونه هست میشه که ما ازش استفاده بکنیم. ما از گراف استفاده میکنیم. مثلا که یک شخص مثلا دکاندار هست یا یک استاد دانش آموزش هست، نظر به این چارتی که دارم میخوای بسنجه که این شخص مثلا در آخرین ماهی که درس خوانده به حیث استاد یا به حیث کسی که مغازه‌دار هست یک جنس رو فروخته، تا چه حدی، تا چه میزان ای فروش داشته. باز ما به مو خاطر از چارت استفاده میکنیم. اما موضوع ترند یا شهرت و اینایش میشه و مقایسه با سایر مواردی که داریم، و همچنان میزان ای که مثلا از لحاظ او معیار ما قرار میدیم که از لحاظ مثلا علاقه چقدر بالا هست یا هر موضوعی مانند او. خب دوستا، بیشتر با عدد سر و کار داره تا ای که حروف یا کلمات به مو خاطر موضوعی استفاده میکنیم. اینو ما اینجا اگر من اینجا فول نیم بزنم، خب مشکل ندارم. مثلا اینجا فول نیم بزنم، اما قسمت آیدی هم یک مقدار مرتب نیست، میره مرتب بسازم من. مثلا اگر داشته باشیم بوکس، مثلا یک کالم بوکس باشه، اگر من جنس فروشنده باشم یا پین باشه دیگهش، مثلا کامپیوترها باشه، فونس باشه و یعنی هم یک چیزی مانند مثلا لپتاپ باشه. خب من یک مقدار قیمت ها رو به این مشخص میسازم. ایره مثلا میتونم قیمت 8 مثلا از 100 مکمل 100 هستم، اما من مثلا 70 نشته بکنم 70 تا کتاب تعدادش، مثلا بوکس کواندیتی نشته بکنم که بهتر معلوم شود. قسمت بعدش مثلا تعدادش 50 تا هست، بعدی 90 تا شده، بعد این کتاب مثلا 78 تا شده، 45 تا، به این مقدار تا اینی اندازه رو ما در نظر میگیریم. پین مثلا خب اینجا من 100 نشته میکنم، اینجا مثلا 98 تا قلم تعداد شکل ما در نظر بگیریم که مثلا بگویم خب من فقط 4 تا رو در نظر میگیرم، اینجا 3 نشته بکنم، اینجا 4. ایناش حذف میکنم. مثلا در یک ماه هفته اول 70 تا کتاب فروخت داشته، هفته دوم 50 تا، هفته سوم 90 تا، هفته چهارم هم 78 تا. تعداد قلم ها مثلا 98 نشته بکنیم، 30 تا هفته دوم، 80 تا هفته سوم و 81 تا هفته چهارم. تعداد کامپیوترها مثلا هفته اول 100 تا، بعد کاهش یافته به 90 تا، بعد 45 تا، هفته آخر هم مثلا 92 تا. اما قسم فوند رو میخوایم در نظر بگیریم که هفته اول مثلا 91 تا بوده، هفته دوم خب اینا فعلا در حالت کاندیشنال فارمتینگ قرار داره، تو رنگ سبز گرفته به خود، 81 تا یا مثلا 30 تا و 45 تا یک قسمی. خب من این کالم انتخاب میکنم از اینجا. بخش کاندیشنال فارمتینگ که بریم نوشته است کلیر رولز، اینجا قوانینش میشه حذف بکنیم. بخش بعدی لپتاپ هست. خب هفته اول اگر 70 تا لپتاپ داشته باشیم، هفته دوم مثلا 87 تا، هفته سوم 20 تا و آخر هم هفتهش مثلا 49 دونه. خب این تعداد لپتاپ هست که من قانوناش حذف میکنم، نمیخوام که پول باشه. خب میگم کلیر رولز برازی. خب
خب کلیر آل اینجا 87 تا 234 که نه، خب 234 تا 54 به حالت. خب بعد اینی جنسایی رو که مثلا ما در یک ماه فروختیم که 476 میخوایم مقیاسش اندازه گیری کنم که در یک ماه اخیر کدام جنس بیشترین فروش رو داشته. خب این برای ما اصلا مشکل نیست، میشه که ما از اینجا همین حساب بکنیم و داخل ببینیم. اما خوبیش است که اگر از گراف استفاده بکنیم یک مقدار دقیق‌تر به ما معلوم‌تر میشه. مثلا در این ساحه ما گراف اگر انتخاب بکنم، بخش چارت تب انزرت، بخش چارت اینجا. اول دوستا خود چارت روش های نمایش است. خب مثلا 2D یعنی دو بودی هسته، دی یعنی دایمنشن دو بودی، 3D 3 دایمنشن سه بودی، یک قسمی عمودی هسته، حالت افقیش هم هست، هر کدامش که شما خواسته. خب من فعلا مثلا دو بودی میخوایم به این حالت، میگیم به این شکل باشه. اینجا قرار گرفته که اینی اطلاعات را خب شامل حالش باشه. این قسمت ها این رو میخوایم خب این رو حذف بکنیم چون ما اصلا جدول انتخاب نکردیم. میخوایم یک قسمی باشه. خب این حالت بهتر است، این حالت بهتر است. خب بسیارش به این گونه هست دوستا که ما اینجا این چهار که انتخاب بکنیم به حالت سه بودی. اینجا برای ما معمولا این جنس هایی که فروختیم تعدادش مشخص میشه. سیریز که هست دوستا در حقیقت اسمی برش انتخاب نکردیم، در حقیقت اینی اجناس هستن. خب ما فعلا میگیم هرچی کتاب هسته، هرچی تعداد کتاب هسته به رنگ آبی نشان بده. پس میریم از اینجا یا از این قسمت میشه انتخاب بکنیم یا هم این ایدیت بکنیم کلا، یا میشه بکنیم که نامش تغییر بدیم. پس اینجا که بخش چارت دیزاین هست، قسمت ایدیت پیجز، خب باید روی فرمت باشه. خب بخش ایدیت ها خب این رو دوباره حذفش میکنم چون این سوهر ما انتخاب نکردیم. بخش بوکس ها را فقط اعدادش انتخاب کرده بودیم، میخوایم سه بودی باشه به این حالت. بله تیبل دیزاین برین یک تا دیزاین خوبتر را انتخاب بکنین، یا حتی اینجا یک چیزی که بهتر فهمیده شود. مثلا ما میخوایم خب هر دیزاینی که خواستیم ما میخوایم که حالا مثلا همین سه همین حالت سادهش مکمل درست است. اینجا که ببینیم دوستا در خود چارت مثلا برای ما گفته که نظر به چارت که شما دارین ما تعداد مجموعی کتاب ها را تا 250 تا به نظر گرفتیم. این معیار زمانی شماست که اینی چارت بر اساس چی مدت زمان تعیین میشه. خب ما چون 4 تا گرفتیم یعنی 4 هفته یک ماه. بعد وقتی که من اینجا ببینم گفته که اینی یک هفته اولیت هست. خب رو من میفهمم دیگه، چرا که ما اینجا یک داریم. این یک به معنای هفته اول، دو به معنای هفته دوم، سه به معنای هفته سوم. گفته که شما در هفته اول باید بگوییم که این رنگ آبی نمایندگی از کتاب ها رو میکنه، رنگ نارنجی نمایندگی از قلم ها رو میکنه، رنگ گری یا امو خاکستری نمایندگی از تعداد کمتر ها رو میکنه، رنگ نارنجی تعداد فون یا موبایل نشان میده، و رنگ اخیر که آبی روشن هست نسبت به دیگه امو لپتاپ هست. میگه شما در ماه هفته اول از 5 جنسی که داشتین مثلا این کتاب ها را از 50 تا زیادتر شده که اگر موز شما بالاش بانین یک تا چک باکس بسیار کوچیک در قسمت نشان داده میشه که خب اینجا دیده نمیشه، اونجا دیده میشه. این نمایندگی از این میکنه که کتاب ها مثلا تعدادش 70 تا هستن و بعدش مثلا قلم ها تعدادش 98 تا هستن، اما تو کامپیوتر تعدادش 100 تا هستن و اما تو مثلا ما فون را داریم تعدادش میشه گفته که خب چند تا باید باشه فون در هفته اول 91 تا و همچنین لپتاپ ما که به این حالت هست. خب ما اگر به نظر ببینیم
ببینیم در هفته اول ما بیشترین تعداد جنس را که فروختیم از کامپیوترها بوده، چرا که خود امی کالم یا گراف رنگ خاکستری بیشترین تعداد مثلا فروش را داشته یا حداقل گرافش بلندتر هست نسبت به دیگران. بعد هفته دوم که میبینیم هفته دوم ما لپتاپ رو بیشترین فروش داشتیم، حدود 200 چند تا 34 تا، و کمترین فروش ما از قلم داشتیم. هفته سوم ما بیشترین فروش از مثلا بخش کتاب های ما داشتیم و هفته چهارم دوباره از بخش کامپیوتر ما بیشتر فروش ما داشتیم که فقط به خاطر مقایسه استفاده میشه در اینجا گراف. یعنی شما اگه بخواید یک مقایسه بین 4 تا هفته بکنین یا بین او ماه قبلتان یا هر معیار رو که شما در نظر میگیرین برش استفاده میشه که از این چارت مخصوصا به خاطر مقایسه یا حتی روند فروش استفاده میشه یا روند خب نظر به استفاده فرق میکنه. من یک شاگرد هستم یا استاد هستم، مثلا میگم که در هفته اول حالا من اینجا لیست میکنم که مثلا اگر من قرار باشه در قسمت درس خواندن خود از 10 خود یک نمره بیتم، مثلا 8 نمره میتم، اما رو معیار خودتون قرار میتین در هر هفته نمره دهید میکنین، بعد سعی میکنین که ما در 4 هفته چقدر مثلا تلاش داشتیم یا چقدر پیشرفت داشتیم. بعد قسمت چارت دیزاین که شما بیاین اینجا شما دیزاین این چارت ها رو میبینن. البته خود چارت مثلا دیزاینش یا حتی روش نمایشش فرق میکنه. یعنی چی که فرق میکنه؟ خب میشه که اینجا هم شما نمایش بیتین یا میشه که مثلا این رو که انتخاب بکنین در یک بخش شیت بعدی هم بعضی اوقات میشه که نمایش بیتیم. خب اگر من موو چارت بزنم در اینجا گفته که میخوای که ای را یعنی نقل مکان تغییر موقعیت بدیم در کدام قسمت. اگر میخوای که یک شیت نو بسازی که خوبتر، خب من شیت نو را ایجاد میکنم، نوشته میکنم که مثلا فروش ماهانه، همچون یک کلمه فروش ماهانه یا جدول. خب فروش ماهانه است اوکیش که بگویم. اینجا برای ما در قسمت پایین که شما ببینین یک تا شیت نو به نام فروش ماهانه برای ما اینجا لیست شده که امو مکمل شیتی بسته فقط اختصاص داده شده برای امی چارت که اینجا ما یک دید بهتر داریم، یعنی خوبتر تحلیل کرده میتونیم یا حداقل دیده میتونیم که مثلا روند یا رفتار فروشاتی ما در یک ماه اخیر چگونه بوده. خب این فروشات که نباشه هر موضوع دیگه شما میشه که برای خودتان تنظیم بکنید. بخش شیت اول که بیایم، خب اینجا اینا یک موضوع است دوستا. خب مثلا اینی کامپیوتر در هفته چهارم میگم مثلا 300 تا به فروش رسیده، مثلا میگم 300 تا. حالا هر آن تغییر را که ما بیتم این مستقیما ربط داره به رفتار او گرافی که ما در شیت قبلی داشتیم. خب ما اگر 300 تا حالا 92 تا حساب میشه، هفته مثلا سوم، هفته اول، هفته دوم، هفته سوم کامپیوتر 45 تا است. حالا میریم 300 تا میسازیم که چی تغییر میسازه. 300 تا هفته ببخشید هفته چهارم است. وقت 300 تا شده دوستای عزیز، 300 تا شده از قبل، این گرافش بلند رفته. اگر من 150 تا بزنم مثلا نصف ای اوکیش بکنم، من میبینیم که گرافش ای بار پایین تر آمده. پس اینی تغییرات ای گراف با ای داده هایی که ما انجام میدیم یک رابطه مستقیم داره، یعنی اگر تغییر بدیم هم تغییر میخوره. بعد قسمت بعدی که داریم بخش چارت دیزاین هسته که رو گفتیم چارت موو، یعنی این چارت ما را یا گراف ما را منتقل میسازه، و ما تصمیم میگیریم که آیا در شیت بسازه یا خیر. بعد قسمت بعدی که داریم دوستا چنج چارت تایپ هسته. از چارت ها وقتی که استفاده میشه دوستا نوعیت هاش فرق میکنه و نظر به شخص می فرق میکنه. بعضی ها مثلا من یکی تازه وارد شده مثلا در یک بخش تحلیل و فهم این قسم چارت بریم آسان تر است. حالا یک نفری مثلا جیودیزی میخوانه که او بیشتر با زمین سر کار داره، یک نفری مثلا معدن میخوانه او هم نیاز به چارت داره، او یه خوب است برش، اما خب هنر هر کی در بخش خودش. اینجا که شما کلیک بکنین انواعی از دیزاین ها موجود هستن، مثلا دو بودی هست دوستان، سی بودی هست، خطی حتی مثلا من خطی که رو بررسی بکنم یک قسم میشه و میگه که مثلا خودت ای بوکس کوانتیتی که در زیر نمایش داده شده
در قسمت پایین که شما ببینید دوستان اونجا نمایش داده میشه رنگ آبی تعداد کتاب ها، رنگ نارنجی قلم ها. میگه که رنگ امی لپتاپی که خودت داری در هفته اول اینجا کمی قسم گیج کننده است برای من. خب این هفته اولش، هفته دوم، هفته سوم، هفته چهارم میگه در یک ماه. این هفته دوم که ما ببینیم دوستا، یه که مستقیم ربط بدیم با این میبینیم که بیشترین یعنی نقطه از اعظمی را به اینجا گرفتن، یعنی بیشترین فروش را داشته در هفته دوم. لپتاپ بیشترین فروش داشته. خب ما ببینیم در جدول چه قسم است. جدول که ببینیم هفته دوم بیشترین نمره را لپتاپ داره. بله، لپتاپ 234 تا است. و امور که ما ببینیم در قسمت اینجا بیشترین نمره را که اینجا که 200 باشه، 34 در بین 250 و 200 هست که حتما 100% در بین این نقطه که را ما خطا وصل بسازیم این قسمت 234 تا میشه که قسم ما تحلیل بکنیم. یا مثلا ببینیم که کمترین فروش را در کدام هفته بوده. میبینیم کمترین فروش ما در این گراف 30 تا قلم بوده در هفته دوم. حالا چطور فهمیدیم در هفته دوم هستم؟ این نقطه ای که اونجا خط مثلا ببینید دوستان، این گراف اینجا که داریم این نقطه اون خط تعداد لپتاپ ما تغییر جهت داده، یعنی مسیرش تغییر داده، منکسر یا شکسته. اونمون نقطه نشان دهنده هفته های شما است. خب ما هفته گرفتیم، شما یک معیار دیگر قرار بدید، مثلا ماه بگیریم در یک سال یا هر چیزی مانند یک مقطع زمانی مشخص. خب ما هفته گرفتیم. یا مثلا گراف رنگ خاکستری رو که ببینیم اینجا در این قسمت خط منکسر شده، شکسته. بعد ما هفته دوم هست. میبینیم که کمترین فروش ما از قلم داشتیم، متاسفانه در هفته دوم بوده. خب یک روش نمایش رقمش از اینجا میشه که شما استفاده بکنین. مثلا دایروی این بسیار قابل فهم است. باز دایروی تا دایروی را سی بودی یک قسمی باشه که من معنای زیر مثلا امیر که ما وارد بکنم معنایش من واقعا نمیفهمم چی هست. خب شاید کسی که کارش دیگه بخش باشه بفهمه. خب اینجا مثلا من متوجهش نمیشم اصلا معنایش نمیفهمم. مثلا دو تا دایره اینی چی؟ خب این برای من مناسب نیست. برای من چی مناسب است؟ مثلا میرم اینی خطی رو میگیرم یا کلامی را، یا مثلا بار هم هستم ایریا ساحوی. اینی برای کسایی که جیودزی میخوانه فکر میکنم مناسب است برایشون، مثل کو شکلش میشه. خب اونا میفهمن دیگه، من به معنای زیاد نمیفهمم. یا مثلا رادار، به صورت رادار باشه. این بیخی برای ما واقعا سخت است که درک کنم که هدف کسی که را درک کرده یعنی چی. خب باز دیگه هر کی مسلکش، شاید کسایی که انجینری میخوان اونا بهترتر درک داشته باشه. خب برای من که زیاد با این کارا سر کار ندارم، اما کالمی مناسب است. یا خطی هم میشه اما ما کالم انتخاب میکنم. خب نوعیت های چارت را شما از اینجا تعیین میکنیم. بخش بعدی که داریم دوستان سلکت دیتا هسته. دیتا یعنی اینا رو به نام دیتا میگه. بر اساس اینی دیتا اینی گراف ها شکل میگیره. وقتی که شما رو سلکت دیتا بگوین میگه که تو اینی قسمت ها رو میخوای ادیت بکنی یا حداقل مدیریتشان بکنی. هدف از مدیریت یعنی چی؟ یعنی حذف، ایجاد یک مورد جدید یا تغییرات یک مورد جدید. اگر بگویم من اد میکنم، خب میگه اضافه کن. مثلا میگم یک تا واحد نو را به اسم مثلا چی باشه؟ مثلا شاید نوتبوک، کتابچه و تعداد ولیو یعنی چند تا رو بگیره. خب من اگر 5 تا رو اینجا انتخاب بکنم 1 تا 3 است، اوکیش میگم. بعد خب میرم که اوکی بگویم. قسمت شیت ما که بریم اینجا باید ایجاد میشد، خب نشده. دوباره سلکت دیتا میگم، خب اصلا ایجاد نشده. من نوتبوک میگم اینجا، بعد سریز تعدادش. خب یه بهتر است که اینجا انتخاب بکنم. خب دوستان من اصلا خب من باید قسمی کار بکنم. خب اول بیام در دیتای خود اینجا علاوه بکنم، بعد رو من اد بکنم. چیزی که نباشه اضافه نمیشه طبیعتا. خب اینجا نوتبوک باشه، من میگم که
حالا مثلا 23 تا هفته اول، 56 تا هفته دوم، 98 تا هفته سوم، مثلا 100 تا هفته چهارم. خب این میشه. بعد در قسمت فروش ماهانه که بروم، اینجا من بخش چارت دیزاین سلکت دیتا میگم از اینجا شما نوتبوک رو انتخاب بکنین، کتابچه را، بعدش اینی ساحه را شامل شما باشه و اوکیش که بگوییم باید. خب اوکی، نوتبوک اضافه شده و خب این را هم که اوکیش بگوییم. خب اینجا دوستان ما یک گراف نوی داریم به نام نوتبوک. اصلا دو تا اضافه شده. خب من میرم دوباره دو تا نوتبوک اضافه شده که به رنگ سبز هسته. آره که شما سعی کنید دوستان عزیز در هفته اول رنگ سبز خیلی کم در این قسمت دیده میشه، خیلی کم، اما که میفهمید رنگ سبز هسته. خب شاید تعدادش از صفر چند تا بارا گفته هسته، چرا که دو قسمتی که ما انتخاب کردیم و شامل نبوده. بعد در هفته بعدی شده گفته که مثلا در بخشای بعدی هست ما درست انتخاب نکردیم این قسمت و میخوایم که این نوتبوک اولیم حذف شود، پس میگم ریموو و اینی را هم میخوایم که ادیتش بکنم، میگم ادیت از اینجا. خب مشکل نداره نشه، اوکی میگم. بعد دیرم که اوکی بگویم، حال یک دید بهتر داریم دوستا، خیلی خوب شد. حالا ما یک واحد دیگه به نام نوتبوک اضافه کردیم که همین نوتبوک ما در هفته اول 23 تا مثلا تعدادش فروش داشته. در هفته دوم همین نوتبوک ما که به رنگ سرمه‌ای تاریک نشان داده شده، مثلا وقتی که ببینیم میگه 56 تا در هفته دوم بوده. خب ما میخوایم بفهمیم که در کدام هفته بیشترین فروش داشته. میگه در هفته چهارم شما نزدیک به 100 تا نوتبوک فروختید یا خریدید که اینجا تعیین میشه. خب این خوبیش چی هسته؟ خوبیش است که ما میزان از این فهمیدم که مثلا ما که در یک ماه فروش کردیم آیا ما ضرر کردیم یا فایده کردیم. خب نظر به این گراف که ما داریم ما فایده کردیم. چرا؟ چون در هفته اول ما کم داشتیم، هفته دوم گراف بالاتر رفته، هفته سوم بالاتر از اون، هفته چهارم 100 تا شده. بسیار خوب. پس میگم عزیز به بعد ما کتابچه رو میفروشیم. در کدام مورد ضرر کردیم؟ میبینم که هفته چهارم مثلا بخش فون اگر ما حدس بزنیم، هفته اول ما 91 تا فروش رساندیم، هفته دوم مثلا به این میزان، هفته سوم خیلی کم بوده، هفته چهارم هم حالا خوبتر شده. من اگر باشم میگم که ما مقدار پولی را که به خاطر فون میدیم ما 50% دور کاهش میدیم. چرا؟ چون درسته که هفته اول بیشتر میزان داشتم، ما هر قدر که کم شد این هفته های اواخری تعدادش کمتر شده. پس نمیشه اعتماد بکنیم به این قسم. مثلا شما میشه که اینا مقایسه بکنید، تحلیل بکنید که حالا شما چگونه پیش میرین. بعد از اون که دوستا سلکت دیتا رو که خواندیم، قسمت استارها میاد که اینجا انواع استارها رو شما میشه که دسترسی داشته باشین. یک قسمی هستن، رنگ بک‌گراندش بعضی اوقات سیاه هستن، این سیاهش بسیار خوبش هستن، خب هر هم که خواستیم. و قسمت چنج کالرز شما معمولا ترکیب رنگ ها را تغییر میدید. خب مثلا من میخوایم که اینی ترکیب رنگ باشه، اینی خیلی مقبول هسته. البته هر چقدر دوستا که رنگ خوب ترش انتخاب بکنین اما خاصه نمیشین. یعنی بعضی کسا کارمون هسته عزیز که پشت کامپیوتر که میشینه رنگ بهش خسته کنه هسته و از کارش دل زده میشه. پس ترکیب رنگ مهم است، بخاطر از اینکه شما حداقل یک علاقه بیشتر نمایش بدین. و این رنگ مونوکروماتیک است دوستان عزیز، این من بیشتر ترجیح میتونم. چرا که اینا خوبش دی است که اما کمترین فروش را به رنگ تقریبا سفید نشان میده، بیشترین فروش را به رنگ خب اینجا که رنگ تیره‌تر نگرفته. خب باز هم ترکیب رنگ از خیر مشکل نداره. خب دوستا بخش بعدی کویک لیاوت هسته. کویک لیاوت که است دوستا تنظیمات. این خوبیش دی است که مثلا اینالی من اینی گراف دارم، خب میگم که صحیح است. اینی بعضی کسا که هست اصلا متوجه نمیشن، میگه حالا این عامل مثلا به اسم لپتاپ هست، هفته دوم ما 234 تا فروختیم. خب ما که مثلا کسی که ساخته خب یک مقدار هوشیارتر، بعضی کسا میگن نه، بر علاوه از که این گراف نمایندگی از تعداد کمتر در اینجا میکنه، من نیاز دارم که در یک قسمت پایین هم ببینم که تعداد چه قسم هست.
باز اون زمان است که شما از لیاوت ها استفاده میکنین. میگن لیاوت. اینجا مثلا اگه من انتخاب بکنم، میگه که اینی هفته اول شماست. خب من یک مقدار زوم بکنم برای شما. اینجا گفته که هفته اول، بعد دو، بعد سه، تو چهار. گفته که بوکس کوانتیتی، یعنی 6 تا عامل را ما در هفته اول فروختیم یا خریدیم. میگه بوکس کوانتیتی 70 تا و همی 70 را ما عملا در اینجا هم داریم. شما که کرسرتان برای کالم اول بانین 70 را میبینید. خب عامل دوم قلم، پن. خب وقتی که ما بالای عامل دوم بانم نشته است 98، یعنی 98 تا هم اینجا نمایش داده میشه، هم اینجا، هم عددی یا ظاهری. اما تو هفته دوم، هفته سوم، اینمی داده هایی را که شما در قسمت پایان دارین، این را عملا نشان داده میشه. در گراف هم در اینجا نمایش داده میشه که میشه که هر دو رقم شما استفاده بکنید. برای این نیاز، نظر به نیاز شما. و اینجا هم دوستا 4 تایتل هستم که اینجا عنوان نیاز هست. خب من نشته میکنم که مثلا مثلا نشته میکنم که روند فروش خریداری، مثلا خریداری جنس اجناس نشته میکنم. اجناس ماه اول، اجناس باید باشه ماه اول. خب این قسم من نشته میکنم روند خریداری اجناس اول. اینجا نشته میکنم مثلا روند نشته نمیکنم، چرا که دوستان عزیز این گراف ها که هسته، این گراف که در اکسل هسته، اینا بر اساس همون منطق چی پیش میرن، کمیات وضعیه در ریاضی که دوستان میخوانده باشن. مثلا ما که محور x و محور y، محور x که ما داریم افقی ترسیم میشه که نمایندگی از جریان میکنه. خب این اگر ما دوستان کاملا که نشان بدم، یک قسمی هست که اگر ما مثلا در پینت اگر بریم میگیم اینی گراف y هست، اینی گراف x مثلا. اینالی اگر ما اینی قلم بگیریم، خب بعضی اوقات فروش از صفر که شروع شوه بالا میره، مثلا پایان میره، باز بالا میره، تو باز قسمی خوب است، باز یک بار سقوط میکنه، باز میتونه پیش میره. اینالی در اینجا چند چیز مهم است. اینیش که است دوستان گراف x نظر تا گراف ما که داریم، اونا که است گراف زمان هسته، زمان، یعنی محور x او گراف زمان هسته. اما در قسمت محور y مثلا او فرق میکنه. خب ما چون کتاب و قلم اینا داریم میشه جنس یا اجناس بگوییم، گراف اجناس هسته که اگر اینی زیاد شوه این زیاد میشه، اگه تغییر کنه هم تغییر میکنه. اینا اگر ما اینجا بخوایم تحلیل بکنیم، میگیم اینی مثلا از طرف صفر تا طرف اینجا که میایه افقاً کلا زمان ما در بر میگیره که ما 1 تا 2 تا 3 تا 4 تا داریم، 4 تا 4 تا هفته داریم. هفته خودش زمان هسته و اینی مثلا نشته است که 50 تا 100 تا 150 200 تا اما 2 تا 250 تا. اینا که هسته چی میشه؟ اینا که هست اجناس میشه. نشته میکنم که اجناس خریدار، اجناس مثلا ماه اول کنترل ای بزرگش میکنم. خب بزرگش میکنم اینجا. اینه این بر ما به وضاحت میگه که اینی که از گراف x زمان هسته، این دیگهش که است جنس هسته. شما بر اساس از جنس یعنی زمان این تو یک کارکرد داشتین و عملا هم اینجا شما میشه که نمایش بدین. و در قسمت چارت دیزاین اینجا انواع مختلفی از لیاوت هسته. خب هر کدامش که شما مناسب دیدین بگیرین. خب اگه یک قسمی باشه، یعنی دیزاین و روش نمایش چارت را تغییر میده. ساده که بگوییم یک دیزاین است، یه دیگه دیزاین هست. مثلا در اینجا که بانیم اما لپتاپ و پن و بوک اینا را برنگ مثلا نکن نمایش بدیم. اینجا مثلا پن برنگ نارنجی، بوک برنگ آبی، فون برنگ نارنجی، کامپیوتر برنگ خاکستری و همون تو امثالش که تغییر میکنن. و قسمت الیمنت هست دوستان عزیز که اینجا را چون هر کدام از تشریح کار داره. خب خیره دوستان را میشه که در جلسه دیگه ما که بخونیم خوب است. خب اینا همون روش نمایش خود گراف ها هست. اکسس خودش در حقیقت مثلا دوستایی که امیال ما گفتم اینا رو که هست مثلا در این جنس که ما داریم اینجا. خب چقدر وقت مانده؟ خب 4 دقیقه دیگه میخوانیم. اینی گراف که داریم ما گفتم که مثلا اینی معلوم نیست که اینی 1 تا 4 یعنی چی، این معلوم نیست. بعد اگه شما خواسته باشین یک چیزی نوشته بکنین، حالا هر چیزی را میشه که از قسمت لیاوت بیاین
بگوین اکسس تایتلز. تایتلز یعنی عنوان. باز ما دو قسم عنوان در چارت ها داریم، یک افقی یک عمودی. افقی که است مربوط به محور x میشه، عمودی به محور y میشه. عمودی رو که بگوییم، خب من قبلا هم نوشته کرده بودم، خب پاک شده. نوشته میکنم که مثلا اجناس ماه اول. اجناس ماه اول. شما اگر بخواید مثلا به خاطر درس خواندن رو جور کنین، نوشته میکنین که مثلا همون لیست کارهایی که در هفته اول میکنین، مثلا کورس میرین، کتاب مطالعه میکنین، انگلیسی تمرین میکنین، کامپیوتر تمرین میکنین، ورزش میکنین، یا مثلا یک چیزی رو یاد میگیرین، کلش اینجا نوشته میکنین. باز در قسمت بعدی که شما مراجعه بکنین نوشته است که تایتلز، قسمت افقی میگم که مثلا چی باشه، انترول زمانی، انترول زمانی یا اون مقدار زمانی رو که در بر گرفته. خب اینجا یا خوب بر ما نمایش میده که مثلا اینی اجناس هست، این زمان هست، ما در 4 هفته اینی قدینس فروختیم یا خریدیم و اینی تو یک تحلیل ازش داریم که ما این کار انجام بدیم یا خیر. بازم به بخش بعدی که داریم لیبلز هست دوستان عزیز. لیبلز یعنی نمایندگی از اینمی. مثلا من اینجا وقتی که بزنم اینساید این که بگم دوستان، شما اگه متوجه باشین ما زوم بکنم، مثلا نوشته است 234. این علاوه از این که مثلا در گراف نمایش میده، در قسمت اینجا در خود گراف هم نمایش هست. مثلا لپتاپ 234 تا. این خیلی خوب هست. خوبش دیگه است که کسی گیج نمیشه که من چی کار میکنم، میفهمه که مثلا این گراف برند یعنی چی، یعنی تعداد جنس رو که ما خریدیم 234 تا است. باز اینی 234 هم موقعیتش فرق میکنه، در آخر باشه، در سنتر باشه، در چپ راست. اینا از قسمت الیمنت وقتی که در 4 تا لیبل شما مراجعه بکنین اینجا هست. مثلا وقتی که بگوین اوتساید، بیرون از چارت برای شما نمایش میده 234 در بالا هست. یا اگه بگوین مثلا در سنتر، در مرکز، آن رو باید در مرکز نمایش بده که اونجا در مرکز برای شما نمایش داده. یا مثلا در بخش لیبلز، خب outside end روش های نمایش هست دوستان عزیز. تا این قسمی مسیج باکس وری هم برای شما نمایش میده. ماهی خیلی شلوغ میشه، خوب و منظمتر و با سطح خطرش هم است که شما مثلا یک چیزی رو مانند یک قسمی نباشه، یک چیزی، خب این قسمی باشه خوبتر است. خب این رو من حذفش بکنم که بسیار زیاد. خب اینا چرا حذف نمیشن؟ خب خیر مشکل نداره، کنترل زی میکنیم که این قسم حذف شد. این خوبتر است. و همون دو سایز تیبل داریم که او را فعلا ما تیبل نداریم. تیبل رو گفتیم که در لیاوت ها اضافه میشه. باز اگه خواستین اضافه بکنین مشکل نداره، اضافه بکنین. اینجا برای شما نمایش میده که ما در قسمت لیاوت ها خواندیم. اگه خواستین که مهم باشه خب بله، اگه نخواستین اون نمایش نمیده برای شما. ایرور بارز هسته که دوستان عزیز در اینجا مثلا ایرور یعنی که مثلا خب اگه ما ایران نن بگیرم یا استاندارد ایرور بزنم، این نوع یک مفهوم داره خواهر کدام از اما واقعیت موضوع ما شخصی خودم عملا در ساحه کاری با قسم کارا نبودیم. اینجا گفته ایرور یعنی خطا. هدف از خطا من اینجا متوجه نمیشم، اما اینی خود چارت که شما میبینین یک معنا داره که معنای شما نمیفهمم. خب دوست 7:40 ساعت من فکر میکنم میخواد درس کافی است. فردا از بخش گایدلاینز تا تایملاین اینا را میخوانیم. امی را ما یک تشریح بکنیم که از خوشی میاد. خب اگر ما بوکس کوالیتی بزنم دوست عزیز، آره سعی کنید چقدر منظم نشان میده برای شما که میزان رفتار فروش کتاب چقدر بوده. خب خیر ان شاء الله در جلسه بعدی باز میخوانیم. برای شب میخواد کافی است.